یک از گزارش‌های شهری دیگر ما خوش آمدین. امروز با همکاران تصمیم گرفتیم بیایم در یکی از شیرینی فروشی‌های بسیار نامدار و معروف در شهر هرات این شغل است. پدر و پدری شما یا نه خود شما آمدین داخل از این شغل؟ از ما دیگه کسب پیریه دیگه، ما هم به تعدی کار آمدیم دیگه. اگر صحبت پیشنهاد گفتنی به دوستا دارین کاملا به خدمت شما. ما دیگه پیشنهاد نداریم دیگه، هوا گرم و شیریخ به خدمت ناییم دیگه، میتکن خود. شکر است، شیر، جوز، پسه اینا در کارگاه جور میشه، آماده میشه میان اینجا. مقصد نیست بیا فلسفه بافی نکنیم، هر کسی کار بد کرد تلافی نکنیم. ما چه باشیم و نباشیم جهان در گذر است، کاش باور بکنی فرصتمان مختصر است. عرض سلام و حرمت و احترام دارم خدمت تمام مخاطبین کانال یوتیوب زیبای افغانستان. امیدوارم هر جایی که هستین سالم و تندرست باشین. به یک از گزارش‌های شهری دیگر ما خوش آمدین. امروز با همکاران تصمیم گرفتیم بیایم در یکی از شیرینی فروشی‌های بسیار نامدار و معروف در شهر هرات، شیرینی فروشی محمدی که زیاد مشتری داره. طبق شما در تصویر مشاهده میکنه پشت سر هم زیاد از دوستا هستن که در این هوای گرم میل به شیرینی دارن. در ادامه برنامه در کنار ما باشین که ما تصویری از داخل داشته باشیم و با دوستا صحبت داشته باشیم. سپاسگزارم تا آخر برنامه در کنار ما باشین. همراهان عزیز مجددا خوش آمدین. در این قسمت برنامه کنار جناب آقای محمدی هستیم، مسئول شیرینی فروشی محمدی. با اونا هم کلام میشیم، یک معرفی برای شما داشته باشن، خود سوالات ما پاسخ بدن. سلام خدمت شما، وقت شما بخیر. و علیکم سلام. رحمت محمدی هستم از کانال شام شهر هرات. بسیار خوب محمدی صاحب عزیز، شما لطف کنین برای ما بگین که شغل شیرینی فروشی چند ساله که در این شغل فعالیت میکنه و این شغل از پدر و پدری شما یا نه خود شما آمدین داخل از این شغل؟ از ما دیگه کسب پیریه دیگه، ما هم به تعدی کار آمدیم دیگه. از ما کسب پیریه دیگه. بسیار خوب. یعنی چند سال میشه که همین پیری شما اینا فعالیت میکنن؟ دیگه 40 سال میشه دیگه. 40 سال. بسیار خوب. چند ساله که دکان شما به اینجیه؟ دکان تقریبا دیگه 10 سال 12 سال میشه میگه. بسیار خوب. 10-12 سال میشه. بله این منطقه. بسیار خوب. محمدی صاحب عزیز، شیرینی خود شما را همه جا تعریف میکنن، در این شک اینه که بهترین شیرینی هرات داره. یک سوال، راز موفقیت شما چیه؟ چه فرمول خاص در این شیرینی خود دارین که هم میگی میاین فقط میگن شیرینی فروشی محمدی؟ دیگه این که هست دیگه داخل یخچال نیه و دیگه هم طریق قدیمی و دیگه هم یخچال و اینا نیه دیگه، کیفیت بالاه دیگه، همون حساب مغز پسته و همون جای همه چیزی خوبه دیگه، همون داخل یخچال نمیفته و داخل ادیقوتیای کیفیت بالاتره به خاطر بسیار خوب. شما در فصل زمستان هم فروشات دارین یا نه؟ مثلا به طور فرض مثال اوسانه زمستون که هست نه، یک فصل تعطیلیم دیگه، ما در استراحت خودمونه. بسیار خوب. یعنی شما به 3 فصل دیگه کاملا فعالیت میکنید. بسیار خوب. مشتری شما چی رقمن؟ در طول روز زیاد مشتری دارین ندارین؟ به هوای گرم زیادتره یا به هوای مثلا عامیانه تر باشه؟ همین گرم که باشه خوبه برابره دیگه، باز دیگه ما در کل مشتری داریم هر روز نمیشه شلوغ. من احساس میکنم که اینا خدا میکنن که هوا 45 درجه 50 درجه بشه، برای از اینا تازه شروع کاره. محمدی صاحب عزیز، شما بخش فامیلی که ندارین؟ بخش فامیلی نه متاسفانه جا نداریم، به خاطر این مشکل همینه که بیشتر فامیلا میبرم خونه اینا میبرم دیگه، کیلویه و جا فامیلی نداریم یا داخل موترای دیگه. یعنی در آینده تصمیم دارین جا فامیلی درست کنید؟ به فکر هستیم ما ان شاء الله. پس فامیلای عزیز که بیننده برنامه ما هستین، ان شاء الله در آینده نزدیک بخش فامیلی هم درست میکنن که میتونن حضوری تشریف بیارین و از شیرینی اینا نوش جان کنین. محفل هم دارن؟ در بخش محفل ها دوستایی که محفل دارن شیرینی خوری اینا از شما میبرن شیرینی؟ محفل ها هر روز هم محفل داریم، دفتربندی ها، محفل ها، از ما شکر خدا مطبات و مراسم چیزی میگیرم هست از ما خیلی. یعنی در طول روز چند تا محفل دارن؟ همین تو به صورت عامیانه
برخورد نداره، بعض وقت 5 تا، بعض وقت 6 تا، بعض وقت 10 تا، بعض وقت نمیتونیم دیگه بالاخره همون محفل خود داریم دیگه، کم اضافه میشه دیگه. پرسنل که فعلا در داخل دکان و در داخل کارگاه دارین چند نفره؟ چند نفر پرسنل دارین؟ من دیگه حدوداً تا 25-30 نفر میشه دیگه همه کلا. بسیار خوب. ببینین در کنار از اینکه دوست یک سرمایه گذاری کردن، شیر فروشی درست کردن، شغل پدری خود گسترش دادن، اینا به 30 نفر دیگه هم از بغل از اینا روزی میرسه و یک نان حلال برای خانواده و فامیل خود میبرن. دعا میکنیم که همیشه همچین اشخاصی و همچین جوانای برومند همیشه موفق و سربلند باشن. شما به همون دوستایی که خارج از کشورن و اقتصاد ناخوب چی پیشنهاد دارین؟ آیا برای اینا توصیه میکنن که بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن اینا؟ بله دیگه اگه بیایم مثلا چند نفر هم دست به کار میشه، بیکاری چی میشه، خیلی خوبه دیگه. هر کی بتونه یک کار بکنه دیگه، چند نفر دیگه هم همین 2 میلیون حلال بخونه میبرم دیگه، معلوم داره هم یک ثوابه و چه دیگه. جز داخل جاده مجیدی جای دیگه هم شما شعبه دارین یا نه؟ دیگه جاده مجیدی که از اینجا برای فعلا دیگه جام داره، اما تکون ما بیشتر فروشات بمینجه دیگه. خب اگر لطف کنین آدرس اونجا رو هم بگین که دوستا یک وقت اگر مسیر اون طرف. آدرس دیگه پر رگینه دیگه یک دیگه هم برای آینده ما این دوستا دیگه هم بگیریم دیگه. بسیار پس دو تا شعبه دارین، یک شعبه اصلی شما اینه، یک شعبه هم داخل پر رگینه داره. دوستایی که اگر یک وقت مثل شما از اون طرف داخل پر رگینه هم اینا نمایندگی دارن، شعبه دارن، میتونن از اونجا هم شریک تهیه کنین. محمدی صاحب عزیز سپاسگزارم از شما که در کنار ما بودین، لطف کردین. اگر صحبت پیشنهاد گفتنی به دوستا دارین کامره به خدمت شما. ما دیگه پیشنهاد نداریم دیگه، هوا گرم و شریک به خدمت ناییم دیگه، میتونه خودمون. پس خواهش از اینا اینه. محمدی صاحب عزیز از طرف کانال یوتیوب زیبای افغانستان هر کسی اومد شما باید قبول بدین که تخفیف بدین برای اینا. چشم مشکل نداره. تخفیف میده. بس با خیال راحت شما بیاین تشریف بیارین به هوای گرم از این شیریخ لذیذ نوش جان کنین. ان شاءالله که همیشه موفق و سربلند باشین. برنامه ما کماکان ادامه داره، در کنار ما باشین. خب بیننده‌های عزیز برنامه ما کماکان ادامه داره. در کنار یکی از دوستای دیگه هستیم که اینجا مصروف هستن. سلام خدمت شما، وقت شما بخیر. وقت بخیر، سلامت باشیم، زنده باشیم. یک معرفی به ما و دوستا خودتون داشته باشید. من نصیر احمد هستم، یکی از کارمندان شیخ فروشی فیروز محمدی دیگه در خدمت مردم. سلامت باشین، زنده باشین. نصیر احمد جان گفتین درسته؟ در شیخ فروشی مصروف چی کار هستین؟ فعالیت شما چیه؟ اینجا که ترافیکیم دیگه، مسئولیت داریم که سرک شلوغ نشه، موتور جابجا میکنیم. همین دوستا خوب اینا میگن که من مصروفیت اینه که از نظام ترافیکی جلوگیری میکنم. خب چند وقته که مصروف این کاره؟ من تقریبا میشه 20 روز میشه که بیامدم دیگه. فعلا اینجا مصروفیم تا سرک اینا رو واکنیم، مزاحمت برای بقیه ایجاد نشه. همین کارا. بسیار خوب، تشکر. نصیر احمد جان شما آیا تجربه سفرهای خارجی هم دارین خارج از افغانستان نه؟ بله، به ایران هم برفتیم، تقریبا 15 سال اونجا بودیم دیگه. باز بیامدیم به افغانستان دیگه، بیکار بودیم، گفتیم باشه بریم مصرف کار بشیم. بسیار خوب. همین یک لطفی بکنیم برای ما که شرایط کاری ایران تا اینجا چه فرقی داره؟ خوشحال هستین که در کشور خود کار میکنه و یک لقمه نان حلال به سر سفره خود میبره؟ 100% دیگه کشور خود هم زادگاه خود هم با دیگه جای متفاوته. خیلی راضیم، بازم شکر خدا. آرزو میکنه که برای همه جوانا زمینه کار و کشور خود ما مساعد بشه که دیگه مجبور نباشم کشور خارجی سفر. بسیار خوب، تشکر از شما، لطف کردین جان. اگر صحبت حدیثی دارین دوستا میشنون. زنده باشین، سلامت باشین. سلامت باشین، بخیر باشین، موفق باشین.
خب بیننده عزیز، برنامه ما کماکان ادامه داره. امیدوارم تا آخر برنامه در کنار ما باشین. آمدم کنار یکی از دوستان دیگه که مصروف میل کردن شیریخن. دیگه جاشون واقعا خالی به هوا گرم، واقعا لذت داره شیریخ. من پیشنهاد میکنم 100% تشریف بیارین و از این شیریخ لذیذ نوش جان کنه. سلام، وقت شما بخیر. سلام، خوبی مراد؟ سلامت. شکر، سلامت باشین. یک معرفی به ما و دوستان خودتون داشته باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم محمد فواد محمدی ام از ولسوالی کرو. بسیار خوب. محمدی صاحب عزیز، لطف کنین برای ما بگین که چند وقته که شما مشتری اینجاین و از شیریخ ناراضین یا نه؟ من خودم خود 3 سال 4 سال میشه که می مشتری اینجا هر وقت که بیرات میام خود ما دکون داره مکرو حتما از ایمیل میکنم محترم منتظرم. بسیار خوب. پس وقت شما زیاد نمیگیریم. چه مصرفیت دارین شما الان؟ دکان از ما دکان چی؟ تکه فروشی. تکه فروشی. بازار شما خوبه، کاروبار شما خوبه؟ بسیار خوب. همین دوستایی که ما رو میبینن پیشنهاد میکنن اینجا بیان از شیریخ بخورن اینا؟ من میایم دیگه دوستام اینجا آشنایم به اینجا. یعنی کسایی که ما رو پشت کامera میبینن. خب من میگم که همین خیلی شیریخ خوبیه، بسیار دیگه بیا هوای گرم خوبه. اگه بیایم از میل کنم از قیمتای نامرازی هستن، قیمتای خوبه. هر قیمتی که میسته باشم میدم شکر. بسیار خوب. اگر گفتنی پیشنهاد چیزی دارین دورین به خدمت شما. دیگه پیشنهاد چیزی خو ندارم دیگه. من که صحت سالم باشم، همیشه خوش باشم دیگه. سلامت باشین. انشالله که شما موفق باشین. دوستان عزیز، برنامه ما کماکان ادامه داره. در کنار ما باشین تا آخر برنامه. دوستان عزیز، برنامه ما کماکان ادامه داره. بیننده باشین تا آخر برنامه در کنار ما. کنار یکی از دوستان اومدیم که اینا مصروف شیریخ کندن برای مشتریات. شلوغ هم هست دیگه، مزاحم وقت از اینا شدیم. یک معرفی خود رو داشته باشین دوستان. من محمد جان و بسیار خوب. محمد جان عزیز، چند ساله که شغل شیریخ فروشی کار میکنه؟ تقریبا 3 سال میشه. 3 سال میشه. از این شغل خورازی هستین یا نه؟ بله، راضی هستم. بسیار خوب. این شیریخی که درست میکنین شما اگر برای ما بگین که از چی چیز درست میشه، چی رقم از کارگاه شما میارین تا اینجی چی کار میکنین؟ چی رقم؟ دیگه شیر چیز خاصی نیست، شیر طبیعیه، شکر است، شیر جوز پس اینا در کارگاه جور میشه، آماده میشه میاد اینجا. بسیار خوب. مشتری زیاد دارین درسته؟ جان هست ولی مشتری ما زیاد داریم. خاله روزا تعطیلی مشتری ها شما زیاده، نه فرق نمیکنه هر روز مشتری خود دارین شما؟ مشتری هر روز که زیاده، روزا جمع باید زیادتر میشم چون رخصتیه. بله. بسیار خوب. تا ساعت چند شب شما کار میکنین؟ ما دیگه از صبح شروع میشه ساعت 10 تا ساعت 11 و نیم است. یعنی تا 11 و نیم به مشتری ها خود شما شیریخ میدین. روزا جمع تا چند بجه؟ روزا جمع دیگه تا به 10 11 است. یعنی باز هم همون 10 تا 11 یعنی وقتر خلاص میشه دیگه روزا. بسیار خوب. از شغل خوب گفتن راضیین درسته؟ جان بله راضی هستم. همین دوستایی که ما را پشت کامera میبینن چی گفتنی دارین پیشنهاد میکنین بیان از شیریخ خوشمزه به هوای گرم امتحان کنن یا نه؟ جان دیگه شیریخ فروشی آقای محمدی شیرخان با کیفیت مشتری زیاد میایم. راضی هستم دیگه. بله. تشکر از شما دوست عزیز. سلامت باشین. ان شاء الله که همیشه موفق باشین. خب دوستان عزیز، به ختم برنامه رسیدیم. امیدوارم که یک برنامه خوبی مشاهده کرده باشین. هر جایی که هستین سالم و تندرست باشین. ما را از حمایت فراموش نکنین. کانال ما رو سابسکرایب کنین، لایک و شیر کنین ویدیو ما رو. ان شاء الله هر جایی که هستین موفق و سالم باشین. در کنار ما باشین. ما برنامه‌های دیگری هم داریم در داخل شهر هرات.
وقت همگی شما بخیر. خداوند یار و مددگار شما.